کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 1 آگوست سال 2022 خبر داد که طی شبانه روز گذشته در قلمرو کشور جسد باز 2 نفر غرق شده پیدا و به مقامات سپرده شد. بنا به این منبع یک ساکن 62 ساله دهه گدای جماعت دهات پنجرود نویه حمدونی روز 7 ایول هنگام آببازی در کانال بین دهه از بی‌احتیاطی غرق شده بود. بعد جستجوهای طولانی جسد او روز 31 ایول سال روان تقریبا ساعت 15:30 1 کیلومتر دورتر از جای حادثه از جانب ساکنان پیدا گردیده و به نزدیکانش سپرده شد. همین طور 20 روز قبل یک ساکن 18 ساله محلی تگ قلعه نوی درواز با سبب‌های نامعلوم به دریای پنج افتیده غرق شده بود. جسد او بعد جستجوهای زیاد روز 31 ایول 48 کیلومتر دورتر از جای حادثه در حدود نویه شمس‌الدین شاهین از جانب ساکنان پیدا و به مقامات سپرده شد. بنا به اطلاع دریافتی از اول سال شماره غرق شدگان علاقه از 120 گذشت. تقریبا 70 نفر آنها را کودکان و نورسان تا سن 16 تشکیل می‌دهند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده همچنین از شن حالت آمدن سیل در جمهوری خبر داد. از جمله طبق معلومات سردار بخش کمیته در نویه تاجیک‌آباد روز 31 آگوست سال 2022 تقریبا ساعت‌های 16:26 بنابر سبب باریدن باران‌های زیاد در جماعت دهات لنگر شاه، دهه‌های مزار بالا، مزار پایان، لنگر شاه از سیل‌راه‌ها و سیل آمده 25 زمین نزد حولگی ساکنان با آوردن لایقه و سنگ و شغل ضرر رسانید. این حادثه تلفات جانی و ضرر جسمانی نداشت. در جای حادثه کمیسیون ولایت‌های فوق‌العاده فعالیت دارد و حجم ضرر رسیده را معاین می‌کند. روز 29 ایول سال 2022 بر اثر بلند شدن دمای هوا سطح آب رود زرافشان بالا رفته و آب از ساحل بیرون شده 320 متر راه را پر ویران نمود. این باعث شد که راه عینی مشچای کوهی موقتا بسته شود. با این موضع سر وقت 2 عدد تکنیک مهندسی سفربر گردیده کارهای برقرار سازی برآمده شد. روز 31 ایول ساعت 21:30 راه پر باز شد و به حرکت ماشین‌ها از دو جانب اجازه داده شد.